بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلی الله علیه و سلم. در بین موضوعات اعتقادی توحیدی تفسیر موضوعی اعتقادی ما و شما یا تفسیر موضوعی توحیدی را ما و شما شروع کرده بودیم و به این موضوع رسیدیم که بعضی از امراض فکری هست و خواند مرضای فکری را. یکی از این امراض فکری مرض فکری و اعتقادی رهبر پرستی بود که بسیاری کسا رهبران خدا پرستش میکردن و این رهبرایی که پرستش میشدن 4 بخش بودن. ما شما خواندیم این درس گذشته است، خواندیم که یکی رهبرای فکری گمراه که شامل فلاسفه میشن. مثلا بسیاری از فلسفه ها هست به نام فلسفه حس پرستی، عقل پرستی، علم پرستی، نفس پرستی و دیگه فلسفه هاست که این بسیاری کسایی که از این فلسفه ها پیروی میکنن اینا به گمراهی میرن. قسم دومش رهبرای سیاسی گمراه هست، مثل پادشاه ها و رهبرای حکومت ها و دولت ها که اینا قانون ضد شریعت الله می سازن و بسیاری کسا از اینا پیروی میکنن. قسم دیگهش رهبرای سیاسی گمراه مثل کیوره هستن، مثل کسایی که در پارلمان های بیدین می باشن که این پارلمان ها قوانین ضد شریعت الله می سازن و حاکمیت تشریعی را به دست خود می گیرن. و بعضی از این رهبرای سیاسی رهبرای احزاب هستند که بعضی از احزاب است که در خط و مشی از اینا در برنامهشان همیشه چی می باشه؟ قوانینی را جاگزین می سازن که او ضد کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. سومیش رهبرای تعلیمی گمراه است. بعضی از معلمان و استادای هستند با وجود از که لیسانس و ماستر و دکتر هستند، لکن هم لیسانس و ماستری و دکترهای خود پیش شیطانها گرفتن. از استادان یا پانتونهای طاغوتی فارغ شدن که در اونجا شریعت الله اطاعت نمیشه بلکه به ضد شریعت الله اینا را تربیه کردن. اینا وقتی دستن فهمین بالاخره از اقتصاد اسلام انکار میکنن. اگر در اقتصاد درس میده، در حقوق اگر درس میده، از نظام سیاسی اسلام انکار میکنن. و اگر مثلا در دیگه پاهنزایی های مثل علوم اجتماعی و فلسفه و تاریخ اینا میخوان، از تاریخ اسلام، از فرهنگ اسلام، از تمدن اسلام از یا انکار میکنن. و اگر در بین ساینس هستن بسیاری وقتها اندیشه های داروینیسم دروغگویانه به نام ساینس بین جوانا ترویج میکنن. این حال کسی که شاگردایی که از او تو استادا پیروی میکنن یا در حقیقت پیروای طاغوت هستن، پیروای شیطان هستن، به خاطر از اینکه انسان هوشیار کسی است که معلم خوب بر خود اختیار بکنه، استاد خوب اختیار بکنه که او خود استاد به کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم متمسک باشه. با بدان کم نشین که بدمانی، خوپذیر است نفس انسانی. نفس انسان وقتی که با معلمین و با استادایی که اونا کمونیست هستن، ماتریالیست هستن، ایدئالیست هستن، عقیده غلط دارن، بسیاری وقتا شاگرد صنف اول 2 خوب می باشه، بس صنف 3 میری که شاگرد سهل میکنی کاملا چی شده؟ گمراه شده و حتی کفر میگه و کافر شده و مرتد میشه. از طریق چیه؟ از طریق بعضی از معلم ها. بعضی کسا مثلا در ادبیات اشعار فاسقانه، اشعار فاجرانه، اشعار کفری، عقیده های مثلا حلول و دیگه پاره در شعرهای خود میارن و بین شاگردا ایره جا به جا میکنن. و اگر شاگرد خودش قبلا با قرآن و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ارتباط نداشته باشه میره غرق میشه. از این خاطر یصبح المرء مؤمنا
و یمسی کافر. وقتی که به یکی از این فلسفه ها متأثر شد، چهارمی رهبران شیطان صفت گمراه که در لباس های مختلف میه، مثل رؤسای رسانه ها، به نام رسانه های مختلفی، تلویزیون هست و این رسانه اجتماعی هست و این رسانه فلانی هست، این تصویری هست و این شنوایی هست. اینا بسیاری وقتا این شیطان ها در لباس های زنا میاین و امو زهر خدا، زهر مسموم خدا در ذهنیت ها از طریق رسانه ها در بین جوان ها ترویج میکنن. و اما چون عصر تکنولوژی هست، اگر انسان با تکنولوژی و فرهنگ تکنولوژی را نفهمه، فرهنگ استفاده از تکنولوژی را نفهمه و خود با لباس ایمان مزین نساخته باشه، به این رسانه ها متأثر میشه و ببینین که صبح مسلمان بود، دیگر میبینیش که کافر است. بسیاری از برنامه سازا و فیلم سازا در چوکات فیلم ها، بسیاری وقتا شما سعی کنین فیلم هایی که ساخته میشه، اکثریتی فیلم ها را سعی کنین دروغ میگن. مثلا اگر یک فیلم زندگی مثلا خلفای راشدین تمثیل میکنه و فیلم سازای از اونا مردمای بیدین هستن، مثلا شما اگر سعی کنین در فیلم رسالت جورش کردن، لکن چون این فیلم مثلا در یک مملکت جور شده که اونجا امو رهبریت از زوریشه خوش نداشتن، صحابه را کلش ریش کل آورده. ابو جهل سعی کنه این قریش کلان داره، ابو لهب سعی کنه قریش کلان داره، لکن یک صحابی مبارکی که او به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم متمسک بود، او را آورده ریش بیخی کل کدک سیل کنی. و بسیاری کسایی که با کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و دستایش دشمنا خبر نیستن، یا بسیاری وقتی که فیلم سعی کرد باز میگه اوه این دیدی مریش ما فلانی صحابی وارد جور کردیم. اول خو لوده خو صحابی نیست، خو یک هنرمند فیلم است، بازو که خود قواری خودی قسم ساخته. بعضی افلام است مثلا مثل سریال یوسف پیغمبر را جور کردن. در اون سریال مثلا بعضی اوقات سعی کنین که من از نگاه فرهنگی براتون بحث نمیکنم، من استاد هنر نیستم که حالا مثلا بگویم چقدر این سریال ارزش هنری داره و چقدر از نگاه مسلکی هنری خوبش است. او را نقد کسایی میکنن که در راستای هنر و در راستای فیلمسازی و گپا نقش دارن، شاید از نگاه مسلکی و هنریش خوبش باشه، اما در نقش یک پیغمبر یک انسان فاسق آوردن آیا این جواز داره؟ نه، یک کار بسیار غلط است. 10% از این سریال مثلا به مطابق قرآن عظیم الشان است. شما قصه یوسف علیه السلام بخوانین، 80% 90% این سریال که است کلش از قصه های خرافاتی و ساختگی و دروغی گرفته شده. زلیخا پس جوان میشه و زلیخای زناکار بازکت یوسف علیه السلام که یک پیغمبر معصوم است، بازکت از او میخیزه مثلا ازدواج میکنه. در کدام کتاب آمده بغیر از قصه های خرافاتی؟ و یا مثلا بسیاری از هنرمندای احمقی که دین نمیفهمن، یوسف علیه السلام و زلیخای زناکاره، ولو که مسلمان هم شد لقب زناکاریش خود وجودش هنوزم نشر است و در قرآن میگه که یک زن زناکار بود دیگه، دعوت به زنا کرد، اما نامده که بازی توبه کرده باشه و بازی آمده باشه مثلا اعتراف کرد که بله من این کار تقاضا را کردم، لکن در قسمت ازی که باز یوسف علیه السلام هم را ازدواج کرده باشه ما کدام سند نداریم. و الله متعال وقتی که درباره این قصه ها برای ما و شما بیان میکنه میگه تلک من انباء الغیب، این قصه های چی از غیبی هست. پس شما وقتی که سند ندارین چطور از غیب گپ میزنین؟ پس وقتی کسی از غیب گپ میزنه و در غیب مداخله میکنه، اینا در حقیقت تهمت میکنن بالای الله و تهمت میکنن بالای رسول الله صلی الله علیه و سلم و تهمت میکنن بالای صحابه. بناهن وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعده من النار، هر کسی که سرما یک گپ دروغ تهمت بکنه جایگاهش دوزخ است. و ما و شما در آیت قرآن میخوایم که لا نفرق بین احد من رسوله، در بین پیغمبرها فرق نمیکنه. مؤمن است یک مسلمان عین احترامی را که به محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم داریم، عین شکل به یوسف رسول الله صلی الله علیه و سلم عین احترام داریم.
لا نفرق ما تفرقه نمیکنیم. پس اینال کسایی که ایره نمیفهمه بسیاری اوقات بعضی از فیلم سازای شیطان صفت هستن که بسیاری از سریال ها و فیلم هایشان حتی به نام اسلامی در اونجا زهر تیر میکنن. مثلا سیکولرهای ترکیه، اینا سیکولر بودن، شما میفهمید که خلافت اسلامی را در ترکیه سقوط دادن. اینا پسان خیستن گفتن بیاین ما یک سریال جور میکنیم، سریال خلافت عثمانی ها را جور میکنیم. اینا کمی سریال جور کردن. چرا جور کردن؟ با اساس ازی که اسلام در بین مردم نشر بکنن؟ نه، من ایسی یک چیز تاریخی، لکن اندیشه های کفری غلط و بیدینی خود دو داخل کردن برای مردم. تو تبارز میده، خصوصا کسایی که تاریخ نمیفهمه، تاریخ از این سریال ها میگیره. ات نشان میده که مثلا خلفا تمام روز در کشتن گرفتار بودن، یکی دیگه خودم میکشتن، زنایشان تمام روز یخنایشان باز است، سرایشان لچ است، بی حیا هستن، بی ادب هستن، بد اخلاق هستن. این کلش میاره برازیا در سریال میپرتن. این جوانا را مغزشان خراب میکنن که وقتی جوان سعی کنن وی خلیفه مسلمانه این قسم است. او کی سلطان محمد فاتح را میاره که با او 21 سالگی یک مادر عفیفه پاک و با شخصیت داشت که او هر لحظه بر بچه خود میگفت که بچه پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم توصیه کرده بر ما و شما کسی که بتانه مثلا قسطنطنیه را فتح بکنه، این افتخار باید ما و تو بگیریم، تو بچه هستی، تو باید این را فتح بکنی و من مادرت هستم. و با این تقوا و ایمانداری فرزند خود او تو تربیه میکنه که یک بچه جوان 21 ساله قسطنطنیه را فتح میکنه. رهبرای 60 ساله و 70 ساله نمیتونستن. اما یا چی میکنن؟ میخوان از این طریقه چی کنن؟ کل از یارا شخصیت از اینا را چی کنن؟ خراب بکنن. و با این حسابی که شخصیت از اینا را خراب میکنن، این حال مسلمان ها چی میشن؟ بسیاری کسایی که نمیفهمن متاثر میشن به گپای از اینا و به این فیلم ها. باز می درباره خلفای مثلا راشدین، خلفای عباسی، خلفای اموی، سریال هارون رشید با یک شکل جور کردن که یعنی هارون رشید دیگه هیچ کار نداشت بغیر از رقص و خواندن و زن گرفتن و عیاشی، در حالی که هارون رشید 1 سال که یک لشکر قوی به طرف روم میرفت برای جهاد و 1 سال دیگه با یک لشکر بزرگ میرفت به حج. خانم عزیز زبیده کسی بود که از مصرف مال شخصی خود برای حاجیان را چاهار جور کرد و با بسیار عفت و پاکی. مجالس هارون رشید، در مجلس هارون رشید همیشه علما بودن، نحوی ها بودن، مردمای با شخصیت در مجلس ازی میشیشتن. یا ازی چی جور میکنن؟ از این فیلمای را جور میکنن که گویا هارون رشید این تو بود. چرا؟ به خاطر ازی که این جنگ فکری هست و از طریق جنگ فکری اینا چی میکنن؟ میخواه که ذهنیت جوانا را خراب بکنن. پس حال جوان درباره یوسف علیه السلام و شخصیت یوسف علیه السلام، آیا از یک سازنده الهی زلیخا عزیزت بمیرد که یوسف به تخت تجمل نشینت شعر کفری و شرکی را که گفته ازی بگیره، یا از آیات قرآن که نحن نقص علیک احسن القصص؟ دیگر روز با اینمی فکر خود، اگر با اینمی ایدئولوژی و فکر اینمی جوان میموری کافر میشه. وقتی که سر پیغمبری قسم توهین میکنه، سر صحابه توهین میشه. پس اینی چیزایی هست که فیلم سازا هستن، داستان نویسا هست، بسیاری کسا. یک قصه یوسف علیه السلام قرآن شریف مثلا، این قرآن شریف هست، در بین قرآن شریف مثلا یک 10 صفحه یا 8 صفحه از این قصه یوسف علیه السلام هست. از قصه یوسف علیه السلام این یک کتاب جور کردن، دروغ و شعر است، داستانای دروغی را. پس ما مکلفیت وقتی که میگیم ما به قرآن ایمان داریم، آنچه که در تضاد با قرآن است باید او را رد بکنیم. فما یکفر بالطاغوت، طاغوت هایی که در هر لباس بیان، در لباس رئیس تلویزیون بیان، در لباس فیلم ساز بیان، در لباس هر لباسی که بیان، این طاغوت باید ما رد بکنیم. یک وقت یک فیلمک خورد آوردن برای من، این فیلم یکی است، گفتن فیلم اسامه هست. این در بین فیلم شخصی در نقش مولوی کار میکنه کافر میشه، در نقش مولوی کار کرده لکن کافر است، سر دین اسلام رشخندی میکنه، سر دین اسلام رشخندی میکنه. مثلا غسل یاد میده،
برای شاگردای خود. در کدوم مدرسه است که استاد خسته باشه عملی غسل برای شاگردای خود درس داده باشه؟ خب برش میگه که غسل است، باز خود شاگرد میره و در خانه خود امو فرضش و واجبش و سنتش مراعات میکنه. این کالای از یارا کلشان حمام میبره، جانای از یارا لچ میکنه. بازو یک قسم بیلرا را مانده. بازی شاگرد میگه تو به خاطر که غسل کنی تا شده بیلر. همون سیستم نصرانی ها را این فیلم آورده. یک فیلم از شما سر که به نام اسامه، کلش داستان نویسش کافر، فیلم بردارش کافر. فهمیدی؟ او کسی که فیلم برداری هم کرده نشر میکنه کافر میشه. چرا تایید میکنه؟ او کسی که در نقش مولوی هم کار میکنه، اما مولوی هم کافر میشه. ولو کنیم قسم خود مولوی جور کرده. چرا او کفر در لباس عالم دین بر مردم چی میکنه؟ نشه. باز بشه که خود در بین بیلر تا میکنه، باز قلق میکنه، باز اینو غسل تو شد. همین قسم که از گفته لعنت الله علی الکاذبین، لعنت الله علی الکافرین. این چی میکنه؟ باز اینمی فیلم‌ها باز میره در خارج به خاطر که توهین و تحقیر به مقدسات اسلامی هست، بازی فیلم‌ها را چی میتن؟ جایزه میتن. باز میگه این فلانی فیلم اول نمرشت، این فیلم چطور شد؟ به شکل است. پس ما باید کل از یارا بشناسیم. بعضی کسای دیگه هستن داستان‌های چتی رو نوشته میگن، قصه های دروغ جور کرده میرن. بعضی کسا هستن به نام هنرمند ذهنیت جوانان را خراب میکنن. تمام روز در کل هندوستان برو 50 نفر سازنده هست، 50 نفر که موسیقی میخوانن. در افغانستان بیا که چیزی که هست 2 میلیون تابال سازنده جور کردن، کلش بیکار، کلش لندغر، کلش باز دزد میشه، باز عکسای چهارای بند میشه. اینه ما چی کنیم؟ اساسش چی است؟ در مملکتی که بیخی موسیقی عبادتشان است، از اون دو کس عبادتشان چی است؟ رقص عبادتشان است، خواندن عبادتشان است، غزل عبادتشان است. از ما نیست. در اسلام اون روز من در جای رفته بودم که عروسی بوده که یک چند تا جوانا گفتن استاد حال خو اینه بخیر نکاح بسته شد. گفتم بله. حالا میخوایم که یک دف سنتی بزنیم. دف بزنیم سنتی دایره کارمه. باز ما بچه‌ها گفتم خیلی من فقط یک جمله رو براتون میگم، باز شما جوانا هر کار کردین باز بکنین. خب چی هست؟ مفتون وقتی یک چیز رو سنت میگین باید سنت رو بفهمین. در وقت رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که احادیث آمده، در احادیث آمده که دخترکای نابالغ در بین خانم‌ها، دخترکای نابالغ، خودترک دخترک 6 ساله و 7 ساله، این دایره که بیزنگ داشت با دایره میزد طلع البدر علینا من ثنیات الهدى. اما در هیچ روایت ما نه یک صحابی جلیل قدر دف زده باشه، ولو که نوجوان است، ولو که عبدالله ابن عباس است، ولو که 10 ساله و 12 ساله است. حال تو با ریش و پکول و با قواره و ترا میخیزی بر من دایره میزنی بازی میگی دف سنت نیست. اگه کسی هست همینجا تقریبا 10-12 نفر مولوی صاحب باشه بودن. مگه من غلط میکنم؟ خیر است یک مولوی صاحب بگه مثلا این سید بخاری نه سید مسلم این فلانی در اینجا اومده، اونجا گفته که جاریتان، دو تا دخترکای جاریه در زبان عربی چی رو میگه؟ دخترکای نابالغ. حال تو میخیزه نه یک زنکه چاق کٹی صاحب او از روی خود از چادری کشیده و دروازه دایره گرفته دنگ 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 درواز کو دروازه رواز کو والا شاک کو جان قنداری در قربان. این چی گپ است؟ اینال بازی رو سیل کنی بازی میخوری. برای زن اجازه هست، صدها مردا از کلکینا و جوانا سیل میکنن، از بالا سیل میکنن که زنکه دایره از شست دنگ 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 دنگ. باز میگه چطور است؟ نیست در اسلام، نیست در اسلام. کی گفته در اسلام غزل خواندن است؟ کی گفته در اسلام موسیقی اسلامی است؟ هر چتلی رو بیار در پشت سرش شک اسلامی. کی میگه؟ در اسلام کجا رقص است؟ ما به شما آیات قرآن باز میخونیم که رقص مقصی گپا نیست. آیات قرآن صراحتاً بیان داره. خب به هر صورت اینا بعضی کسا هست به نام هنرمند، بعضی کسا به نام نواندیش. این اصلا ما یک فکر جور کردیم نواندیشی. نواندیشیش چی است؟ نواندیشیش به این معنی هست که مایانه اندیشه های سابقی که اندیشه کتاب الله و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است، این باز انکار میکنه. عیسی بازنامه‌های خدا میماند که ما نواندیش هستیم و فکر جدید داریم و تجددگرا هستیم و چطور هستیم. این ما استاد پوانتون هستم، کل از این افکار که هست
کلش افکار طاغوتی و شیطانی است، ضد کتاب الله و ضد سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به این خاطر ما و شما در درس امروز ما آیات قرآن عظیم شان میخوانیم که اینمی رهبرای گمراه فکری و اعتقادی را معرفی میکنه و رد کرده میره. کلام الله اینا را رد میکنه. درست است؟ شروع میکنیم. اول قرآن عظیم شان رهبرای گمراه را معرفی میکنه. یعنی قرآن عظیم شان در نخست این رهبرای فکری طاغوت صفت معرفی میکنه. الف، مثلا در جمله رهبرای فکری گمراه نشان میده 3 سمبل ظلم بودن که در مقابل موسی علیه السلام قرار داشتن. چند سمبل ظلم بود؟ یکیش زور بود، یکیش زر بود، یکیش تزویر. زور، زر، تزویر. زورش چه قسم است؟ سمبل زور سیاستمدار خطرناک فرعون، ای از زور کار میگرفت و مردم خفک کرده میرفت. این از زور میگفتن فرعونه. از زر کی بود؟ قارون بود که جیبهای مردم محکم گرفته بود. این طاغوت اقتصادی بود. یکی طاغوت سیاسی است، یکی طاغوت اقتصادی. پس قارون جیبهای مردم محکم گرفته بود و سر مردم ظلم میکرد و تمام سرمایه پیش ازی بود. سرمایه‌دار بزرگی بود. و یک کس دیگه بلعم باور نام داشت. او بلعم باور کی بود؟ او یک نفر به نام عالم دین و احبار که ما و شما گفتیم در بین از اونا، ای چی میکرد؟ فکر مردم غلط میساخت. این تزویر میگفتن. زر، زور، تزویر. زور قدرت سیاسی ظالمانه فرعون، زر قدرت اقتصادی ظالمانه قارون، و تزویر فریبکاری اندیشه های مردم خراب می ساخت. و کی بود؟ بلعم باور بود. الله متعال این انسان های خبیث و نجسی که افکار مردم خراب میکردن و اعتقادات مردم خراب میکردن در قرآن عظیم شان برای ما و شما بیان کرده. قرآن کتاب شفا هست. اولتر از هر چیز قرآن کتاب فکر است، کتاب عقیده هست. فکر انسان جور میکنه. این حال میخوانیم در سوره عنکبوت آیت 39. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و قارون و فرعون و هامان. الله متعال میگه و قارون یک طاغوت خطرناک بود اقتصادی، سمبل زر یا قدرت اقتصادی خطرناک، و فرعون همچنان یک پادشاه و امپراتور ظالم خطرناک، یک طاغوت خطرناک در لباس یک شاه، و هامان هم یک طاغوت خطرناک در لباس یک وزیر. ولقد جاءهم موسی بالبینات. و یقینا که آورد موسی علیه السلام بر از اینا چی را آورد؟ دلایل روشنه. جاء که از فعل لازمی هست به معنای آمدن است، لکن وقتی که در بینات با داخل شده در اینجا باز علما میگن که فعل لازمی با به چی میشه؟ متعدی میشه. یعنی آورد برایشان. اینجا باز نمیشه آمد. آورد موسی علیه السلام بر از اینا چی؟ بینات. دلایل چی را؟ روشن، معجزات. این مردم ها چی میکردن؟ میگه فاستکبروا فی الارض. این معرفی میکردن که یا تکبر کردن یا شیطان صفت هستن. و شیطان صفتی یکی از عادات شیطان چی بود؟ ابا و استکبره و کان من الکافرین. و ما کانوا سابقین. ولی یا پیشی نتانستن که بگیرند، یعنی گریختن نمیتونستن سبقت بکنن از عذاب الله متعال. در دیگه آیات قرآن هم در سوره دخان آیت 30 و 31. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين.
ولقد نجینا و یقینا که الله متعال میگه ما نجات دادیم بنی اسرائیل را از چی؟ من العذاب المهین، از عذاب بسیار توهین کننده، یعنی از عذابی که خوار کننده بود. من العذاب المهین من فرعون، از کی نجاتش دادیم؟ از فرعون. انه کان، یقینا که ای فرعون بود، عالیا من المسرفین. عالیا یعنی انسان ستمگر. عرب ها زیادتر انسان های ستمگر وقتی که میگه عالیا یعنی بسیار بدماش خطرناک بود. من المسرفین از زیاده روا، یعنی الله متعال معرفیش میکنه که یکی از انسان های لچک بدماش بد اخلاق بود که فقط در قتل و در کشتن یک پا بسیار بی تفاوت بود. اگر یک نسل دو نسل کشته هم میشد، هیچ برای زود چی بود؟ برش بی تفاوت بود. در سوره قصص آیت 76 إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. در اینجا الله متعال قارون معرفی میکنه، میگه این قارون، یقینا که قارون کان من قوم موسی، ای هم از قوم موسی علیه السلام بود. فبغى علیهم، ای بغاوت کرد، سرکشی کرد بالای از اینا. و آتیناه، و الله متعال میگه ما دادیم بر زمین قارون من الکنوز، از خزانه ها به اندازه ای ثروتمند بود که این مفاتحه، که اینمی صندوق ها و کلید هایی که از خزانه های فرعون بود، لتنوء بالعصبه، سختی میکرد. لتنوء یعنی سختی و سنگینی و گرنگی میکرد بالای کی؟ بالای یک عصبه، یعنی یک تعداد زیاد، یک اصابه. چرا میگفتن اون وقت؟ اصابه یک جماعت زیاد، مثلا 100 نفر 200 نفر مزدورکار. سر از چی سختی میکرد؟ همین داخل کردن کلیدها و صندوقهای خزانه از یک قدر زیاد بود. و اصحابم چه قسم مردم ها بودن؟ و کسایی که ایره می بردن ریش سفیدا بود؟ میگن نه، اول القوه. خوب اما تو مزدورای قوی بود دیگه، مزدورکارای اما تو قوی بودن. از قال، سرازیا هم سختی میکرد، قسیاد بود. از قال له قومه لا تفرح، قومش برش گفت که زیاد خوشحالی نکوده ای مال دنیا. این الله لا يحب الفرحین، الله متعال دوست نداره انسانهایی که بسیار شادمانی میکنه و سرمست است از غرور و تکبر. و ابتغی فیما آتاک الله الدار الاخره، و طلب کو از الله متعال در مقابل مصرف ایمال در راه مثبت آخرت طلب بکن. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، لکن از دنیا هم نصیبت فراموش نکن، یعنی از دنیا هم استفاده بکن. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. بعضی کسا که دین نمیفهمن، یعنی آیت قرآن نمیفهمن که ولا تنسى نصیبک من الدنیا، یعنی تو نکن که خدا ملنگ جور کنی 16 دانه بالا پوش بپوشی، بوی گنده است، 3 ماه غسل نکردن، این میگه ما ترک دنیا کردیم. ترک دنیا نکرده، ترک دین کرده، مردار خور است. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، انسانای دیندار برش گفت که اما آخرتت، برای آخرتت کار بکن، هم نصیبت از دنیا فراموش نکنه. و احسن کما احسن الله الیک، همین قسم که الله به امرای تو احسان و نیکی کرده، تو را مالدار ساخته، تو هم بر دیگران احسان بکن، برای فقیر، یتیم، بیچاره، مسکین، مستحق همکاری بکن. ولا تبغ الفساد فی الارض، و هدفتی نباشه که در بین مردم در زمین فساد نشر بکنی، یعنی فساد در بین مردم نشون نکن. ان الله لا يحب المفسدین، الله متعال انسانهای مفسده خوش نداره. عادت اقتصاددانای طاغوت چی هست؟ بازی میگه برو این مال برای من الله نداده، این من خودم علم داشتم، دانش داشتم، تجربه داشتم، زحمت کشیدم. امی گپا کی میگفت؟ قارون میگفت. قال، گفت قارون انما اوتیته علی علم عندی، این برای من داده شد. از کجا؟ به اساس علمی که خودم داشتم.
اولم یعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوه. میگه آیا الله متعال میگه آیا نمیدانستی فرعون که یقینا که الله هلاک نمود قبل از قارون بسیاری از مردمای قرنهای قبلی را که من هو اشد منه، کسانی که از این قارون که بسیار در تکبر، غرور، خودخواهی خود قوی تر بودن و همچنان قوتاً از نگاه قوت جنگی و سلاح و مهمات گپا هم زیاد بودن و اکثر جمعان و همچنان تعدادشان هم زیاد بود. لکن الله متعال اونا را چی کرد؟ هلاک کرد. ولا یسأل عن ذنوبهم المجرمون، و سوال کرده نمیشن از گناهایشان مجرمان. اگه کس پرسانتان میکنه که چطور سوال نمیشه مجرم از گناهایشان، میگه سوالی که به مهربانی شه و او سوال از پیشان نمیشه، بلکه از اینا چی میشه؟ از اینا یک سوال میشه به بسیار سختی که ایره باز آیت دیگه قرآن خوب واضح میسازه که باز نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم. باز از ظالما و کافرا و ترا باز دانش مور زده میشه که هیچ گپ زدن نمیتونه، لکن دستش سر شهادت میته، پایش سر شهادت میته. دیگه چی معرفی میکنه الله متعال؟ معرفی میکنه برای ما و شما یکی از رهبرای گمراه خطرناک. میفهمین نامش چی است؟ در سوره بقره بخونید آیت 169. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. یا ایها الناس، الله متعال میگه ای مردم، کلوا بخورید مما فی الارض، آنچه که در زمین است، حلالا حلال است و طیبا و پاک است، ولا تتبعوا و متابعت نکنین از چی؟ خطوات شیطان، از برنامه های شیطان، از گام های شیطان. برنامه های شیطان چه قسم است؟ یکی از طاغوت های خطرناکی است ابلیس است و شاگردای ابلیس است. این تو نمیکنه که مثلا دفعه اول شما را کافر بسازن. این استیپ بای استیپ میگن. قانونشان چی است؟ استیپ بای استیپ، درجه به درجه. اول چی میکنه؟ اول میایه مثلا در چیزهای مستحب سرت بحث میکنه که مستحب اصلا قدر مهم نیست. دو که قناعت داد باز میایه سر سنت ها حمله میکنه، باز میگی سنت مهم نیست، خیر از سنت اصیل ترک و چی است مهم نیست، این خود چطور است و چنان است. مرتبه سوم سر فرایض سر واجبات استیپ دیگه باز پسانش در چی میایه؟ باز آخرش میایه سر عقیده. اول انسان در حرام مبتلا میکنه. بعضی کسا آیسته میگه حرام بخو، کم بخو، در پا بخو، برو در پا فرق نمیکنه و صدر پا فرق نمیکنه، باز دیگه روز 1000 پا میشه و باز 2000 میشه و 10000 میشه. بالاخره یک وقتی که خوب شکمش و کالایش و مالش کلش از حرام شد، باز چی میگه؟ باز میگه اهل کافر. در قسمت خانم ها مثلا یک دختر مسلمان شیطان چه قسم وسوسه میکنه؟ برو دلت پاک باشه. دلت پاک است، دلت که پاک است خیر است که چادر نپوشیدی. یک روز چادر کلانه که در سرش باید باشه او را ازش دور میکنه. همین بالا پوشک کفایت میکنه. همین بالا پوشک هم بپوشی چی است. باز یک روز برش میگه نه خیر است، حالا همین قرصک روی تا مگه معلوم شوه مقصد پروانه میکنه دیگه خونه حجاب داری. باز یک روز که رویش سرش شلوش که از باز میگه پروانه میکنه این چادر رقم مهم نیست، یک کلاگک بپوش محیط مقصد دو چیز میشه. دیگه روز باز که گرمی شد باز میگه گرمی از چی میگی؟ کلاگک کاموس و کور همون طرف میپرتن. آهسته آهسته بالاخره ایره میکشانه به طرف بی‌حجابی. وقتی که بی‌حجاب شد باز دیگه روز یک دفعه در رسانه ها بیان میشه که اگر نظام اسلامی قایم شود باز اینجا چی میشه؟ دوباره حجاب برای خانم ها اجباری میشه. بازی خانم میخیزه که ما دستاورد 20 ساله حجابی خوده، بی ایمانی خوده نمیخوایم از دست بتیم. پس اینجا مخالفت با حکم الله که حجاب است چی میکنه؟ اعلان میکنه. اینه با کفر میکشن. اینه میگه قسم جوانا رو بریش کلی میکشه. امروز ریش کل کو با سبا کرده باز میگه کلیت قضا بکنیم سرت مثلا کل بکنیم میشه مویبانی را قضا میگه و نهى رسول الله صلی الله علیه القضا
و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این سیستم فوجی این قسمی که نیم سرت کل کنی و نیم مویای دیگه تو مثلا چوچگه که بزواره بانی از این منع کردن که اینجاش موی باشه و اینجاش ماشین کرده باشه. نه و علمای اسلام میگن در چیزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم نهی کرده باشه او حرام مطلق است. چیست؟ خوب نماز هم میخونه لکن کلیش چیست؟ کت کلی حرام سجده میکنه. کت کلی حرام سجده میکنه. امروز که کلیشی قسمی ساخت بازیگر روز برش میگه که در روی تو هم خطا بزن. بازیگر روز روی چه سعی کنید خط خطک جور کنه. بازیگر روز میگه برش میگه که این علامت شیطان پرستاست. آهسته 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 از الله پرست انتقالش میده به چی؟ شیطان پرستی. الله متعال میگه چی است؟ میگه این رهبر فکری خطرناک شیطان است. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. الله متعال دشمن آشکار بر ما شما چی میکنه؟ معرفی میکنه. شیطان چی است؟ چی شیطان انسانی بود چی شیطان جنی بود. اگر ریش داشت یک کس آمد سر ریشت گپ زد بفهم که این مدیر عمومی شیطان است. یک روز یک کس آمد بر بگه والا استاد ماشاءالله خوب قوارگک داری هم یک ریش کل کنی این فلانی بچه فیلم باری میشی. من گفتم مدیر صاحب تشکر. من خود مدیر نیستم. من گفتم نه هستی خود نمیشناسی خدا. اون مدیر عمومی چی است؟ همین شیطان هم کابینه داره، صدراعظم داره، فهمی؟ رئیس پارلمان داره، دفتر داره، دیوان داره. دیگه چی داره قاری صاحب؟ فهمی؟ دیگه یک نفر شیطان دیده برای گفته که شیطان گفته چی؟ گفته گوش که شیطان رو بچه ابلیس. من بسیار هوشیار هستم فهمیده هستم مرا بازی دادن شیطان خب بسیار مکار است. و گفته نه سیست دیگه ما باور دارم خود بسیار هوشیار آدم هستی. در هوشیاری هیچ گپ نیست. خب گفت قناعت کردی که ما هوشیار هستم. ابلیس برش گفت کاملا 100% تو بسیار هوشیار آدم هستی. گفت خب خیالت فهمیدی که ما هوشیار هستم مرا بازی دادن میتونی؟ خیبر ما بگو که تو چه قسم سیستم داری، چه قسم مردم گمراه میکنی. گفت تو شیطان برش گفت این قسمی خب ما برات گفتن نمیتونم منتها که دفتر میری ام دوسیه و اسنادا و تو را برات نشان بدم. دفترت هست؟ گفت من دفتر دارم دیوان دارم اونجا هست کل چیزا هست کل برنامه هست. گفت من بسیار هوشیار هستم میخوام که خوب معلومات داشته باشم آدم پر مطالعه هستم زیاد کتاب میخوانم کتابای یوروس کی هست و مچم ژان ژاک هست و مچم فلانی هست و مارکس هست و این کتابا رو زیاد ما خواندیم از این کافرها رو زیاد خواندیم دیگه میخوایم که درباره تو هم خوب معلومات داشته باش. شیطان میگه بیا میری خیر است فهمیدیم بسیار هوشیار آدم هستی مطالعه زیاد داری بسیار آدم مثقف و بسیار با فرهنگ هستی بیا که من دفتر خود نشان بدم بفهم افکار ما رو هم پیدا کو که چیز شد. یه حرکت میکنه همراه شیطان وقتی که میره دیگه شیطان پیش از پشت سرش دیگه تو میرن در کجاست دفترت؟ اما تو میگه ایره میبره یک بغل کوه هست میگه اون قسمت دفتر ما است. خو میره یک وقت رقای دی سر میکنه و اینجا شت پت شده و کالاش هم چیز برش میگه وای ابلیس خانه خراب تو بسیار لوده هستی بی عقل هستی کجاستی دفتر تو بیخ نفس مرا کشیدی. برش میگه که پروفسور جان مفکر جان انسانه که پر مطالعه هوشیار جان تو هوشیارشان هستی من دفتر ندارم تو هوشیار هستی تا بغل کوه تو رو تاشده بالا کردیم فکر کو که لودای تا چی میکنن تو هوشیار هستی از پشت یک ساعت از روان هستی. اینه میخواستم که تو را فریب دادم او را هم به این یکی از بهانه ها چی میکنم فریب میکنم. پس الله متعال میگه که اینمی شیطان های انسانی و امی شیطان های جنی چی است؟ عدو مبین. دشمنی چی تان هستن؟ آشکار تان هست. اول تو امریکا را نمیشناسی که قرآن شریف در میتن از اینکه دشمن آشکار معلوم میشه. بازم ببینی بعضی کسا خوب میفهمه که اون امریکایی قرآن شریف در داد باز میگن تو دوست ما هستی. میبینه که مثلا او دنمارکی او فرانسوی پیغمبر صلی الله علیه و سلم کارتوناش جور میکنه آشکارا میگه که من دشمن الله هستم من دشمن رسول الله صلی الله علیه و سلم هستم. انه لکم عدو مبین. الله میگه دشمن اتپوت تا نیست آشکاراست از کاراش معلوم میشه. لکن بسیاری کسا وقتی که لهم قلوب لا یفقهون بها ولهم آذان لا یسمعون بها ولهم اعین لا یبصرون بها اولئک
کل انعام بل هم اضل. باز این مردم ها نمیفهمن، درک نمیکنن. دیگه الله متعال میگه شیطان چی میکنه؟ شیطان همیشه برنامه‌اش چی است که شما را امر میکنه به سوء و الفحشا، به بدی ها. اینی هر روز برات یک گیم نو جور میکنه. امروز لدو بود، دیگه روز باز دیگه هست. بعضی لودار سعی کنی که گیم خدا کشته. گیم زده یک وقت او برش گفته تو کو، مثلا گفته بینی تا خر وارو بساز، این ساخته. بعد گفته خدا پشک وارو جور کو، گفته خدا جور کرده. اینه اگه تو نیستی تو اول نمیرسی، برد 12 منزله. بازی دیگه میگیم گیمک دستش از این رفتم خوب خدا دمونو که دیوال برسان، خوب رساندم پر تو خدا خراب خدا میپرسم. دمینی چیز که میره خیزک میزن که آلو چی تو کنم، میگه برو. کدام نفر خدا در دریا انداخت، گفت اگه بفتم من غرق میشم. گفت خیر است پرتم، اگه غرق شدی من ملامتی. خدا انداخت این دیگه دریا برده میره، میگه الان مرا برد، میگه برو خیر است من ملامت، برو برو من ملامت، سیز برو من ملامت. این حال بسیاری وقتا بعضی کسایی که خطوات شیطان نمیفهمن از طریق گیم، از طریق لدو خوب قمارباز ساختیش و در روز قیامت در جمله قماربازها حشر میشه. لکن او قمار کلاسیک نزد، او فکر میکنه که همون سیستمای سابقه که اصلا تنها قمار است. خب اگر تخم بردم کردی قمارباز هستی، اگر تخم جنگی هم کردی قمارباز هستی، اگر شرط هم گذاشتی قمارباز هستی، اگر تکت لاتری هم خریدی قمارباز هستی. بسیار کاکا را سعی کنید در طول عمر خود 200 دانه لاتری خو خریده. چرا لاتری خریده؟ 10 داره پر میده که باز برام پیسه زیاد بگیره. خیلی قمار است دیگه. منتهی قمار یک ذره اصلیگه است. در موبایل قمارا را کشیده به نام لدو فلانی ببینی کلان آدم شیشته. هیچ چی نمیکنی، هیچ ولا می چیز قمار زدی. نه پیسه مصرف نمیکنم. او برادر همین قمار که زدی در این وقت تا مصرف کردی، بزرگترین سرمایه عمرت پیسه خو نیست، وقت است. وقت تا سرت مصرف کرد. همین لحظاتی که توی میزد، همین لحظات تو قرآن میخوندی، تو کلان متدین انسان بودی. یک والعصر الله در چندین جای قرآن به چی قسم یاد کرده؟ به وقت. چرا؟ انسان مفکر متمدن انسانی هست که بر وقت خود و وقت دیگران ارزش بده. همیشه انسان‌های متمدن و مفکر هم وقت خود برش تقسیم اوقات دارم. باور بکن من یک وقت یک پانتون رفتم، هر قدر که کوشش کردم اول نمره شدن نتانستم. بالاخره یک کسی بود و اول نمره عمومی پانتون بود. از رفیقاش پرسان کردم مثلا چی کمال داره؟ گفت کمال ازی است که همیشه 24 ساعت تقسیم اوقات 24 ساعتش در بالا سرش نوشته است. کدام ساعت کدام مضمون بخونم، کدام ساعتی کارا بکنم، کدام ساعتی را. وقتی من تقسیم اوقات 24 ساعته من جور کردم، دمو سمستر اول نمره شدم. پس اونجا فهمیدم که انسان با فکر متمدن، محصل متمدن، با فکر جوان، با فکر ریش سفید، با فکر کسی است که تقسیم اوقات 24 ساعتش برش معلوم باشه. چرا تقسیم اوقاتت که معلوم بود؟ مثلا خفتن خو میکنی، در تقسیم اوقات هست که من باید 4 بجه بخیزم نماز تهجد بخوانم. شیطان کامل سعی کرد اون ساعت خدا معیار کردن، تهجدم کردن و ملائکه هم برش یک طرف از روی تدور نتی. دید که تقسیم اوقاتش خالی است، شیطان میگه که هیچ تقسیم اوقاتش خالی است. فوراً قلمک خدا میکشه نشته میکنه خو تا 9 بجه. این اصلا بازی دیگه میگه والا من خوام قوی است. برادر مردم تهجد میخونه، بعد از قرآن میخونه، خوام بسیار قوی است. خیر تو شاگرد شیطان شدی، خو سرت قوی شده. اگر نه در این شبهای زمستان که تو تهجد نخیزی، والله آه و افسوس است به ما که در شبهای زمستان 6 ساعت خواب برای یک جوان کافی است از نگاه طبی و صحی کلش، نهایتش 7 ساعت. 9 بجه که خواب کنید 4 بجه چند میشه؟ 7 ساعتت پوره میشه. بعد از 7 ساعت خواب کلش مرض است. هم از نگاه دنیوی خسیر دنیوی شدی، هم از نگاه اخروی. اینا تو دیگه تو شبها که تو 4 و نیم بجه 4 بجه نخیزی، 5 و نیم بجه وقتش صبح داخل میشه. اگه 5 بجه هم بخیزی تو میتونی تهجد بخونی. ولی تو قرار خود انداختی. به خاطر چی؟ به خاطر از اینکه شیطان کمرش وقت مشکنه که موبایلت به 4 و 4 و نیم بجه آماده بسازی که تو رو بیدار بکنه. ساعتت، موبایلت ایران آماده بسازی. پدرت بگوی، مادرت بگوی که اگه خیسین مرا بیدار بکنین.
اما اگر این کارو نکردی شیطان صد غلبه میکنه، خودت تسلیم شیطان کردی. شیطان آمد که تقسیم اوقات بیکار است، نه تنها تهجد از پیشت میبره، نماز فرض صبح هم از پیش میبره، جماعت خاص پیشت میبره. یک وقت میخیزی که ساعت 9 بجه است، گنده بوی عرق پر و نمود میگه شیطان که پشت کله انسان سه گره میزنه، تمام روز باز خسته است. کسی که وقتی نماز صبح نخونه او کدام میخیزه و دعا میخونه که الحمدلله الذی احیانا بعد ما اماتنا، و باز وضو میکنه. چی میگه؟ همین گره ها که است با نماز با عبادت کلش این سه گره شیطان چی میشه؟ خلاص میشه. اما اگر نکرد 9 بجه خیز این سه دانه گره در پشت کله ازی موندگی است، تمام روز که سعی کنید که تو اگه احیانا در کدام درس هم که بیایه هم دانشگاه تو واضح 50 دفعه فاجعه کشیدن میره، دل ما رو از درس سیاه میکنه. همین فاجعه از مثل که بخورید، یک کسی دان خود واز میکنه نه گرگ گریده باشی، نه همین آدمی که فاجعه میکشه درس مثل که گرگ وارد دان خود واز کنه که تو رو بخوره. این شیطان انما یأمرکم بالسوء، با چی شما را امر میکنه؟ با بدیها و الفحشاء، با فحشا. یا فیلمای مزخرف و فحشا را میسازه، خواندنای که در اونجا پسرها و دخترای برهنه و بی لباس و بد اخلاق از سوار برات جور میکنه، بسیار لوکس، او رو برات که تو در فحشا مبتلا شی. فیلمای خرابه برات زیاد نشر میکنه تا که خوب هم تو به فحشات رشی. یا روان میکنه رفیقت است، لکن رفیق گرفتی رفیق شیطان گرفتی، وقت برات زیپیا داری اولا تو باش از این طریق برات روان کنه، باش از طریق فلانی برات چیزا را روان میکنه، مسیج میکنه و در فیسبوکت روان میکنه و در مسنجرت روان میکنه و در هر چیزی که تلگرام شد روان میکنه. چون این روان کردی؟ به خاطر از اینکه این دوستی که تو گرفتی این دوست شیطانی است. عاجل بلاکش کن، عاجل برش میگه شیطان جان بای بای. نه حتی در فیسبوک میگن فقط شیطان رو ببینی مداخله میکنه، چیزایی نشته میکنه که ذهن مرام خراب میکنه. من خاطر فرند خود گرفتم به خاطر ازی که من اگه کلیپ های درسی رو بر تو روان بکنم، آل توی وضعی که شیطان هستی، وضعی که گپای من رو بشنوی، تو چیزای شیطانی خدا برای من گپای شیطانی ته میگی. آخر من میگم والا معذرت، والا من از فرندت کشیدم، باز من لیاقت ندارم که دوستی تو رو بکنم. حالا ما شما کی لیاقت داریم که دوستی شیطان رو بکنیم؟ شیطان خصوصا تیز چالاک است که از دوستی نمیشه. الله گفته که دشمن آشکارایت از شیطان ولو انسانی باشه یا جنی باشه از او باید فرار کنی. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. دیگه کار شیطان چیه؟ سه کار خطرناک میکنه. با بدی شیطان انسانی و جنی دعوتت میکنه به سه چیز، به فحشا و گناه و گپا، ساز و رقص و موسیقی و برهنگی و گپا. و سوم کارش میکنه سعی کن اول بدی ها را، دوم در بدیایش که خدا چوب گرفتی، فکای چتل و مردار بعض گپای خیلی که گفت در خدا چوب گرفتی در فحشا میکشانه. وقتی که در فحشایش هم کامیاب شد باز سرت شروع میکنه و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، کفر بگویی. حالا بسیاری کسا رو ببینید در رسانه ها در این فیسبوک ها سر پیغمبرش خند میزنن، سر صحابهش خند میزنن، سر مسجدش خند میزنن، سر درس دینی تفسیرش خند میزنن، دعو میزنن، دشنام میزنن. اینمی کدام مردم ها بوده؟ اینمی کسا اینجا بوده که شیطان ها زندگی کردن بالاخره این از عقیده توحید کشیده کافر جورش کردن. وقتی که انسان کافر شد ایوازی که قرآن و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین، در قرآن چی است؟ شفا و رحمت است برای مؤمن. ولا یزید الظالمین الا خسارا. با ظالم چی میکنه؟ وقتی که تو درس قرآن برش بیتی و ایواز گره بشنوه دعو میزنه، او رو بد میگه، سر زورش خنده میکنه، این کافر میشه. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. الله متعال دیگه چی میگه برای ما و شما؟ الله متعال میگه که دوم فرستادن پیغمبران و داعیان دین بری رهبرای گمراه. الله متعال به اندازه مهربان است، الرحمن الرحیم است که حتی بینمی انسانهای طاغوت و گناهکار و کافر و خطرناک چی میکنه؟ پیغمبرها را روان میکنه. تا ای که باز اینا نگویه که والا کس خبر ما نگفته بود، ما خبر نداشتیم، کس ما را دعوت نکرد، کس ما را مثلا نفهماند. پس چی میکنه؟ الله متعال بر از اینا پیغمبرها را روان میکنه. فرعون خطرناکترین دشمنای الله بود. میگفت انا ربکم الاعلى، مردم میگفت من ربتان هستم، رب بزرگتان.
لکن الله متعال به اساس رحمت خود اول موسی علیه السلام امر کرد که اذهب الى فرعون انه طغى. در سوره طه آیت 24 برو پیش فرعون به خاطر از اینکه ای طغیان کرده. باز وقتی که موسی علیه السلام کم زبانش بندش داشت گفت خواهیم برادرم هارون علیه السلام. بعد از او الله متعال شما سوره طه آیت 43 را بکشین. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. اینجا ببینین الله متعال به اساس رحمت خود بر یک کافری که دشمنی خود اعلان کرده برای الله، لکن الله بازم مهربان است، بر از این دو پیغمبر روان میکنه. چقدر رحمت الله زیاد است. ما و شما چند میلیون مخلوق هستیم، یک پیغمبر بر ما آمد، محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، و ما بر از او ایمان آوردیم. بر از این کافر دو پیغمبر روان کرد، دو تا. اذهبا الی فرعون، اردویتان برین و پیش فرعون، انه طغى، یقینا که ای فرعون طغیان کرده، سرکشی کرده، یک طاغی هست، یک طاغوت است. حال الله متعال از مهربانی خود چی میگه برای دو پیغمبر توصیه میکنه؟ شما خال فعلا در معرض دعوت هستین، میرین دعوتی را میتین، فقولا له قولا لینا، بر از این طاغوت سرکش چی کنین؟ سخنای نرم بگوین. چرا یا پروردگارا؟ لعله یتذکر او یخشی، شاید که او اصلیت خود به یاد بیاره، عاجزی خود به یاد بیاره، او یخشی، یا بترسه، نرم دین برش برسانه. قال، گفتن، یعنی موسی و هارون علیهم السلام گفتن، ربنا، ای پروردگار، اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى، ما میترسیم که ای در قسمت ما تفرید بکنه، او ان یطغى، یا سرکشی بکنه. متوجه هستین؟ این دو نفر، هر دو پیغمبران که پیش از اینکه به سخنان ما گوش فرابته، پیش جستی نکنه و ما را مثلا چی نکنه؟ به قتل نرسانه. پیش از گپ زدن و پیش از این گپا الله متعال برشان گفت که قال لا تخافا، اردویتان نترسین، اینی معکما، ما به همراه شما هستم با قدرت و قوت خود، اسمع و ارا، من میبینم و میشنوم. اگر اینا کدام دست درازی بکنه چی کنه؟ باز من مثل که باز فرعون داخل چی کرد؟ در بحر غرقش کرد. پس اینجا الله متعال ای فرعون عوض یک پیغمبر دو پیغمبر روان کرد. آل وقتی که پیش ازی این روان کرد، فأتیه، الله متعال گفت پیش ازی برین، فقولا، برشان بگوین که انا رسول ربک، ما دو نفر دو پیغمبر هستیم از جانب رب تو. انا، ما، رسول، دو رسول هستیم، ربک از رسولانه هست، اصلاش رسولانه است، یعنی دو رسول. رسولون در عربی چی میگه؟ رسولون یک رسول، رسولانه دو رسول. اینا باز وقتی که مضاف شود نونش چی میشه؟ حذف میشه. رسول ربک یعنی دو پیغمبر رب توستیم. فارسل معنا بنی اسرائیل، به امرای ما بنی اسرائیل روان بکو، ولا تعذبهم، اینا رو تعذیب نکو، چرا فرعون بسیار سر از اونا ظلم میکرد. قد جئناک، یقینا که ما دو نفر آمدیم، به آیت، با معجزه، من ربک، از جانب پروردگارت، و السلام، و سلامتی و آرامش و خوبی هست برای کی؟ سلام باشه علی من اتبع الهدی، برای هر کسی که مطابقت از هدایت میکنه. اینا آمدن برشان گفتن که اینا قد اوحی الینا، ما دو نفر که هستیم یقینا بر ما وحی شده، ان العذاب، یقینا که عذاب که هست، علی من کذب، بالای کسی نه عذاب الله که تکذیب بکنه، پیغمبرها را دروغ بپنداره، و تولا، و رو دور بده. آل فرعون امرایشان بحث میکنه. قال فمن ربکما یا موسی، گفت رب شما دو نفر کی هست موسی؟
قال موسی علیه السلام گفت ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه، رب ما او ذاتی هست که برای هر کس خلقتش داده، یعنی کل مخلوقات خلق کرده ثم هدى، باز او را هدایت کرده. قال فما بال القرون الاولى، گفت خیلی مردمای سابقه که بودن واج تو میشن؟ قال علمها عند ربی، سابقه را ما کار نداریم، علمش پیش پروردگار ماست، فی کتاب، در کتابی که بر از اونا هست، لا یضل ربی ولا ینسا، پروردگار ما نه راه گم میشه و نه هم فراموش میکنه، یعنی الله هر چیز برش معلوم است. الذی جعل لكم الارض مهدا، سکو این دو پیغمبر چقدر برای تاخود اما تو نرم گپای الله را میرسن، چون فرمان الله بود و از او چی بگین؟ سخنای نرم بگین. اگر این موسی علیه السلام بسیار خوب قارو کام بود، خوب قویان بود، لکن الله متعال اول ببر برش بفهمان بگویش که میشه که هدایت شو و راه درست اختیار بکنه. الذی جعل لكم الارض مهدا، برشان میگه او ذات رب ما هست که او زمین مثل گهواره وارو ساخته. در گهواره می تفلک چه آرام خوش میبره، ما و شما را در زمین هم تو آرام خو میبره. و سلک فیها سبلا، و در بین از این زمین در این جاها بسیار راه ها را جور کرده که هر طرف و هر قسم هر جایی که میری. و انزل من السماء ماء، و از آسمان آب را توسط ابرها پایین میکنه. فاخرجنا به ازواج من نبات شتا، و الله متعال میگه باز ما خارج کردیم به قدرت خود توسط این باران ازواج من نبات شتا، از نبات های مختلف جفت جفت. این جفت جفت از این امروز از ساینس تکنولوژی معاصر در زراعت کشف کردن که تمام نباتات چی دارن؟ جفت دارن، مذکر و مؤنث دارن. این قرآنی رو 1400 سال یا 1500 سال قبل گفته بود. حال بسیاری وقتا ساینسدانا این چیزا رو که میبینن اینه به خدا ایده ما آل پیدا کردیم، خدا قرآن او وقت گفته شده. پس خود کتاب محمد صلی الله علیه و سلم نیست، این کلام الله هست. چرا الله عالم الغیب و شهاده هست. پس الله متعال بیان میکنه که ما حتی برای انسان‌های زشت هم پیغمبرها و دعوتگرا را فرستادیم تا که این دعوتگرا وقتی که دعوت میتن اگر یا از سر طغیان نباشه، جاهل باشن، بیخبر باشن، میشه اونمو با اونمو طغیانگری و سرکشی خود پس از صفت تواب الله استفاده کنن، رجوع بکنن و دروازه توبه سر هیچ کس بسته نیست، برای هر کس دروازه توبه باز است. سومی مطلبی را که الله متعال بیان میکنه، بیان عکس العمل ها، برنامه ها و عمل کرده رهبرای گمراه را نشان میده که یا چی کارا میکنه. اینه باز ما و شما صبا ان شاء الله تعالی میخوانیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.